دادگاه ولایت ختلان 5 نفر را با گناه پیروی به جریان افراطگرای سلفیه به زندان محکوم کرد. در محاکمه دادگاهی روز 16 می در شهر قرغن‌تپه دادرس 5 ساکن جماعت اوزون ناحیه جلال‌الدین بلخی را به تلاش برای غصبی حکومت در تاجیکستان گناهکار دانست و همه آنها را از 5 تا به 6 سالی به زندان محکوم کرد. دادستان گفت این ساکنان در محفل و مسجدها غایه‌های افراطی جریان سلفیه را ترغیب می‌کردند. از جمله از مردم می‌خواستند طرز نمازخوانی خویش را دیگر کنند. همه متهمان به جنایت را روز 11 فوریه امسال دستگیر کردند. به گفته خبرنگار رادیو آزادی که در محاکمه شرکت داشت، خویشاوندان افراد زندانی شده در دادگاه می‌گفتند که نزدیکانشان گناهی نکردند و در حق آنها تهمت زدند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2000 جریان سلفیه را برای امنیت کشور خطرناک نامید و فعالیتش را ممنوع کرد.